سلام به همه مردمی تاجیک. خوش آمدین به کانال ارزنده. نام من نیلوفر میباشد. امروز میخوام همراه پیتزا تیار کنیم. وقتای پیش من آنقدر پیتزا تیار نمیکردم، برای اون که وقتی که خمیر میکردم و تیار میشد پیتزا، خمیر آن کمی خشک میشد و من راه خیلی آسان و خوبترش را یافتم که امروز میخوام به شما هم نشان دهم. محصولات برای پیتزای ما از همه اساسی همین نمود خمیر تیار. این خمیر ورقین می باشد و 500 گرم است و باز به ما لازم هست تمد و حسیبچه ها. این حسیبچه ها حلال هستند، خواتیر نشوید، و پمیدور، پنیر، همین نمود الیفکی های سبز و بدون نان، و باز به ما لازم است مایونز. اول ما خمیر رو به لیست دخوفه میگذاریم. خمیر رو ما دو تقسیم میکنیم. همین نمود و به لیست دخوفه میگذاریم. اکنون ما تمت رو با خمیر میمالیم. اکنون حسیبچه ها رو نیز میده میکنیم. حسیبچه ها رو به بالای خمیر میگذاریم. اکنون پمیدور رو نیز میده میکنیم. پمیدور رو نیز اکنون به بالای خمیر میگذاریم. الیفکی ها رو نیز دو تقسیم میکنیم. و با بالای خمیر همه این رو میگذاریم. و مایونز رو نیز در بالای همه این میمالیم. و پیتزا را اکنون با دخوفه با 180 درجه گرمی در مدت 10-15 دقیقه تیار میکنیم. تا تیار شدن پیتزا ما پنیر را میده میکنیم. از تیارکه میگذاریم. ما کمی تیار شد و اکنون پنیر میده کرده خود را به بالای پیتزا میپوشیم.
ما هم تیار شد. شما نیز برای دوستان و نزدیکان خود تیار کنید. من باوری دارم که هر یک شما آزاده تیار کردن این نمود پیتزا میبرایید. حتما در کامنت‌ها نویسید که این نمود پیتزا برای شما مقبول شد. با همه شما اشتهای صاف، دل صاف، صحت، سلامتی و تمام خوشی‌های زندگی را خواهانم. خیر، تا دیدار آینده.